بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السخنان همکار گرامی مان جناب مولانا عبدالرحمن استاد حوزه استفاده کرده و آرایش کوتاهی را خدمت شما عرض بکنم و در رابطه با آیاتی که حضورتون تلاوت شد. ما وقتی شرایط کنونی مسلمانان توی دنیا میبینیم، احساس بسیار شدید میشود که مسلمانان انگیزه عمل زیاد ندارند. سستی و ضعف و غفلت در مسلمانان امروز حاکم شده است و به نماز که از ارکان مهم و محوری و کلیدی دین هست، در رابطه با نماز کوتاهی هست، در رابطه با پرداخت زکات کوتاهی هست و در رابطه با حقوق مردم کوتاهی هست. حقوق الله ضایع میشه توی جامعه اسلامی به کثرت و حقوق الناس هم خیلی ضایع میشه. مسلمانان امروز پایبندی ندارن به دین و اون توجهی را که داشته باشن ندارن. وقتی این ضعف ها را جستجو بکنیم که این ضعف از کجا وارد شده و از کجا این ضعف در زندگی مسلمانان آمده است، به این نتیجه میرسیم که اصل و پایه و اساس که در دین اعتقاد مردم، در اعتقاد اسلامی، در اعتقاد دینی مردم ضعیفند. کار ما، کار مسلمانان از پایه خرابه، از اساس خرابه و این مشکلات مسلمانان زمانی حل میشه که اساس درست بشه، پایه درست بشه، اعتقادها درست بشن، مردم باورشون تقویت بشه و در درس‌ها و تعلیمات انبیاء علیهم السلام و قرآن عظیم الشان و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که این بررسی میشه و میبینیم که اولین کارشون در رابطه با اصول اعتقادی بوده
که باورها را و اعتقاد را به الله تعالی، به قیامت و آخرت، به رسالت و نبوت، اولی چیزی که تقویت کردن اصول اعتقادی را. وقتی که باور به الله تعالی ضعیف باشه، اعتقاد به آخرت ضعیف باشه، عزیزان من، وقت مشکلات به وجود می آید. اعتماد بر الله تعالی و توکل بر پروردگار و توحید الله سبحانه و تعالی، خدا پرستی در درسای همه انبیاء علیهم السلام و تعلیماتشون به شدت موجوده. انبیاء علیهم السلام به این تلاش بودند که اعتماد مردم را به الله تعالی بیشتر کنند، مردم به الله تعالی توکل کنند. امروز اعتماد به اسباب زیاد شده و محبت اسباب هم در دل مردم زیاده. محبت دنیا، منافع دنیا، اسباب دنیا، وسایل دنیا. چرا که مردم میبینند اینها را و میشناسند، به اینها اعتماد میکنند و محبت اینها را دارند، و لحاظا باور به الله تعالی ضعیف شده، اعتقاد به آخرت ضعیفه. و روی این اون نعمتایی که الله تعالی در آخرت آماده کرده است به مراتب از نعمتهای دنیا و موقعیتهای دنیا و وسایل و اسباب دنیا به مراتب بالاتر است. این نعمت فانیان و نعمت آخرت باقیه. مردم فانی را ترجیح میدن از باقی، برای اینکه فانی را میبینند اما باقی را نمیبینند. و اعتقاد تا انجا باید مضبوط و محکم باشه. اعتقاد صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به آخرت چنان اعتقادشون مستحکم بود و باور بسیار قوی بود که صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین خیال میکردن که بهشت ببینند. بعضی از صحابه اقوالشون منقول هست که اینها میگفتن ما بهشت اگر ندیدیم، ولی میگفتن که ما گویا بهشت میبینیم. انقدر به بهشت اعتقاد داریم، انقدر به آخرت اعتقاد داشتن، باور داشتن، لذا آخرت تا از زندگی دنیا ترجیح داده. به الله انقدر توکل و اعتماد داشتن که به اسباب نداشتن، به رب الاسباب. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین، انبیاء علیهم السلام، مسلمانان صدر اسلام دور اول، چنان اعتقادشون به الله تعالی قوی بود که کوچکترین تردید نداشتن، کوچکترین شک نداشتن، و لحاظا عمل برای اونا آسان بود، پرهیز برای اونا از گناه آسان بود، پرداخت حقوق الناس و رعایت کردن حقوق الناس برای اونا آسان بود. و همین طور برای مسلمانان همه چیز را الله تعالی آسان کرده بود از روی اعتقاد. اعتقاد داشتن به حساب و کتاب که فردا حساب و کتاب هست، باید حساب فصل بدیم. همه در صحرای محشر و قیامت حضور پیدا می کنند و آنجا خیلی جریان سخته، خیلی صحرای محشر هولناکه و وحشتناکه و خیلی بزرگتر از آنی که ما امروز فکر میکنیم و تصور میکنیم. ما خیال میکنیم که قیامت یعنی چه؟
حساب و کتاب یعنی چه و چگونه اونجا حساب پس میدیم یعنی چه؟ خیلی سخته. و قرآن همین فرموده است که لا يحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. فزع اکبر قیامت اللہ تعالی فزع اکبر فرموده. فزع اکبر یعنی بزرگترین خوف، بزرگترین ترس، بزرگترین تکانه. چنان ترس و خوف را نه کسی در بیداری دیده توی دنیا و نه در آخرت میبینه. اگر بم شب روز هم مثل مردم غضب بریزه به سر، انقدر خوف و ترس نیست که ترس آخرت از این خیلی سختره، خیلی وحشتناکه، خیلی هولناکه. فالساعة ادهی و امر. الله فرموده قیامت خیلی تلخه و خیلی وحشتناکه. وقتی که الله برای حساب و کتاب نزول اجلال میکنن و فرشتگان برای حساب و کتاب میآیند، حضور پیدا میکنن و انبیاء علیهم السلام حضور دارن و همه موجودن و اونجا فقط حساب و کتابه. خیلی سخته. اونجا وحشت میکنن، اونجا داد و فریاده، اونجا آه و ناله، آه و ناله. و اونجا مردم میبانن، برای نزدیکان به نزدیکانشون مراجعه میکنن که از اونا عملی بگیرن برای نجات خودشون. و اونجا هیچ کسی حاضر نمیشه عمل بده، تازه فرار میکنن. مادر و پدر از فرزند و فرزند از مادر و پدر، قرآن میگه فرار میکنه. یعنی وقتی که اون طرف اصرار میکنه و مراجعه میکنه، میترسه که این از من عملی بگیره، فرار میگذاره و میدود. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و اخیه. اون روز که انسان فرار میکنه از عزیزان، از نزدیکان مانند پدر و مادر، مانند همسر، مانند فرزند، از خانواده فرار میکنه، بدونی که چه روز سختی است، چه روز مشکلی است. و این روز ما از یاد بردیم و الان مردم که قبول دارن قیامت را، ولی قبول کافی نیست. قرآن میگه و بالآخرت هم یوقنون. به آخرت اونها یقین دارن. یقین مهمه، باور مهمه. تنها قبول مایه نجات نمیشه. وقتی باور داشته باشه پرهیز میکنه، وقتی باور داشته باشه آمادگی میکنه. و یقین مهمه، اعتقاد مهمه. و ما باید خودمون باورهای اعتقاد را تقویت کنیم و به آخرت بیندیشیم، به آخرت فکر کنیم. گذشتگان ما می نشستند تنها در شبها و گریه می کردن، گاهی قبرستان مراجعه می کردن، دعای و گریه می کردن برای آخرتشون، نه برای دنیا که دنیای ما خراب شد، عزیز ما از دنیا رفت، عزیزان رفتن دنیای ما را خراب کردن. نه، گریه می کردن که عزیزان رفتن، ما هم می رویم. این اهل قبرستان رفتن کجا و در چه محل قرار دارن؟ به عملشون رسیدن، به خدا رسیدن و اینها مهمان عملشونن. و لحاظا گریه بود، ناله بود در دنیا، توبه بود، استغفار بود، دیگران دعا طلب میکردن. چیزی که امروز به این توجهی نیست. همه وسوسه معاشه، همه
فکر زندگی دنیاست و همه صحبت معاشه و اسباب و وسایل و بازار و گرفتاری های بازاران و گرفتاری های دنیوی هستند و فکر آخرت کم شده. توکل بر و اعتماد بر الله تعالی کم شده است. مردم روی اسباب حساب میکنند. خوبی اسباب باید در نظر بگیریم. دنیا و مادیات الله برای شما خلق کرده، برای ما خلق کرده، باید در نظر بگیریم. اما بدونیم که همه چیز در دست پروردگار است و هرچی که خدا بخواهد همون می شود. اعتماد بر الله، توکل بر الله، خدا را داشتن، خدا را نگهداری کردن خیلی حیاتی و مهمه. خدا را نگهداری کنیم، هیچ وقت خدا را ناراض نکنیم. خدا را رعایت کردن الله با رعایت کردن قوانین الله است، دستورات الله، فرمان الله تعالی است و حیاتی این برای ما مهمه. با خدا زندگی بکنیم. هر جا هستید با خدا باشید. مردم عزیز، کسی که با خدا است خدا هم با اوست. خدا او را حفاظت میکنه. خدا از منافع او دفاع میکنه. خدا از تهمت ها و از ناسزاها که به بندش گفته میشه دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. باور دارن معتقدات را. اصول در تمام ادیان سماوی بوده، در همه کتاب‌های آسمانی به وسیله همه پیامبران تبیین شده و هم خدا شناسی و هم توکل و اعتماد بر الله، اعتقاد بر الله، وحدانیت الله، یگانگی الله و همه انبیاء علیهم السلام به آخرت را تبلیغ کردن، حساب و کتاب را و اعتقاد آخرت را درست کردن و ما فکر آخرت باشیم. تنها زندگی دنیا نیست عزیزان من که ما فقط فکر برای همین زندگی بکنیم و زندگی فرزندانمون، زندگی عائله خانواده ما، بلکه هم برای دنیای بچه ها فکر کنم، فرزندان، آینده زندگی دنیای فرزندان ما باید فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم و هم برای آینده آخرت و دینشون. و این مدیریت الله داده، این شایستگی را به بشر داده که هم دنیاش را میتونه بسازه، آباد کنه و دنیای خودش را، دنیای فرزندان را، دنیای آیندگان را و هم میتونه دنیای آخرت خودش را، فرزندان خودش را و برای آخرت آیندگان هم برنامه ریزی بکنه که آیندگان، نسل آینده که میآید از الله تعالی غافل نباشد، از الله تعالی دور نباشد، دین را فراموش نکنند. و لہذا عزیزان مسائلی بود که این باید مورد تفکر قرار بگیره و مورد فکر قرار بگیره و الله تعالی به ما توفیق بده. به هر حال قرآن عظیم الشان بهترین کتابه و کتاب بی نظیره. از قرآن دوری نکنید، از قرآن فرار نکنید. اینا همه درسای قرآن، اینا همه تعلیم قرآن عظیم الشان. قرآن به کثرت تلاوت بشه، مخصوصا رمضان شریف که می آید. البته قرآن برای رمضان نازل نشده، قرآن برای طول زندگی آمده است و رمضان چون که ماه نزول قرآن عظیم الشانه، لہذا باید بیشتر به قرآن مراجعه بشه و قرآن بیشتر مورد توجه قرار بگیره و ما بهرحال از درس های قرآن استفاده بکنیم، از قرآن آموزی استفاده بکنیم
و مهمترین درس حیاتی درس قرآن است و همه باید قرآن عظیم و شان مورد توجه قرار بدن. مردم ما همه زن و مرد، کوچک و بزرگ، دختر و پسر قرآن یاد بگیرن، قرآن تلاوت کنن. قرآن معجزه قرن، معجزه گذشته حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین اسلام بوده و تا قیامت معجزه و قرآن هیچ کسی نمیتوانه مثل قرآن یا چند سوره از قرآن یا حتی یک سوره از قرآن عظیم الشان. قرآن به مبارزه طلبیده که کسی نمیتوانه بیاره و همین برای صداقت قرآن و حقانیت قرآن کافی است. الله تعالی توفیق بده که ما از قرآن عظیم الشان استفاده بکنیم و قرآن خوانی را تقویت کنیم. یادگیری قرآن، دانشگاه ها، مدارس آموزش و پرورش، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و عموم طبقات مردم ما، بازاریان، کشاورزان، چوپانها، همه طبقات به قرآن نیاز دارند. قرآن کتاب همه هست و فهم قرآن را الله چنان آسان گردانیده که هر کس قرآن میفهمد و لحظه این درس را باید، درس آخرت را، درس خداشناسی و توحید خدا را، اعتقاد صحیح را، اعتقاد درست را، معتقدات دینی را باید ما از قرآن یاد بگیریم. عمل کرده صحیح، عمل کرده درست. قرآن راهنمایی میکنه و بهترین اخلاق را قرآن عظیم الشان است که به ما میآموزد. کتاب بهتر از قرآن به اتفاق مسلمانان، همه مسلمانان، همه گرایش های مختلف، بهتر از قرآن هیچ کتابی در دنیا وجود نداره و نازل نشده و لہذا قرآن عظیم الشان باید کار کرد روی قرآن عظیم الشان و توجه کرد و برای فرزندانتون یادگیری قرآن عظیم الشان را در نظر بگیرید. و صحابه در زمانی که پیر بودند و سنشون خیلی بالا بود و مشرف به اسلام شدن، قرآن عظیم الشان را یاد گرفتند و توجه داشته باشید که ماه قرآن داریم میآید و الله به ما توفیق بده که توجه کنیم. واقعا نمیدانیم که با چه زبان از الله تعالی قدردانی بکنیم و شکر خدا را به جا بیاوریم که الله تعالی باران نازل کرده و باران رحمت و بعد از ناامیدی که از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه منقول است که ایشون میفرمودن که تجربه کردن هرگاه که مردم از باران ناامید شدن و که باران امسال نمیآید، در رحمت الله تعالی باز میشه. قرآن هم همین فرموده هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. بارانی که کل کشور ایران را بعد از ناامیدی، بعد که هیچ کسی پیش بینی نمی کرد، همه این کارشناسان را که هوا را پیش بینی می کنند و کارشناسی می کنند غافلگیر کرد در واقع این باران وسیع و قبلا گلایه بود که باران به ایران میاد تا مرزای ایران و باران انحراف پیدا میکنه به دیگه جایی و الله تعالی رحمتش را آورد الحمدلله و رحمت وسیع بود. کل ایران برف و باران فرا گرفت و نه تنها ایران بلکه افغانستان که به هر حال مردم ایران در افغانستان منفعت دارند هم و یکی از منفعت های مردم ایران آب کشور ما به خیلی از کشورهای دیگه هم میرود و این رودخانه ها میرن به کشورهای دیگه، به پاکستان میرن بسیاری رودخانه ها،
به عراق میرن، به کشورهای همجوار میروند و خیلی کشورها هستن که آبشون میآید توی کشور، اما از جمله بالاخره افغانستانه. و یک نکته خیلی مهمی که اینجا نیاز به آب، به هر حال خود سیستان و بلوچستان هست، دریاچه هامونه و خشکسالی خیلی طولانی و چه رنجهای به هر حال هم افغانستان کشیده به خاطر کمبود باران، هم ایران و هم منطقه سیستان. و الحمدلله کسی را من سوال کردم که افغانستان بارندگی چطور بوده، گفت همونطور که دل شما بخواهد شد. ماشاءالله چنان برف آمده که بعض جا برف 3 متر آمده و باران هر چی که گفت دل باران هر چی که گفت دل بخواهد آمده سیر جاری میشه. البته این سیرها آدم ها را ندارن، خانه های اونا را تخریب نکنن، ولی انشاءالله باید آب باشه که الله تعالی این منصوبه خشک را آب بده و دریاچه‌های خشک را الله تعالی خشک شده را زنده می‌کنه. و الحمدلله این نعمت الله تعالی هست. و در بلوچستان پاکستان هم سیل‌بردگی شده، باران زیاد بوده، تفسیرش را ما نمی‌دانیم، ولی در قسمت‌های جنوب مسلمان از کنم دشتیاری و کل مناطق که نامات مختلف داریم اونجا طلاق هست و جاهای دیگری که در مغازهای سیل خیلی عالمت در تغییری سیل و بسیاری از روستاها محاصرات هستند، راههای محاصرات قطع شده، برز هم خط ارتباط هم نیست و بسیاری در خانه‌ها در خانه‌ها وارد شده است، منازل وارد شده، وسایل خانه لازم برده و این سیل داره جریان داره و از پشت آب تقویت میشه و به هر حال منطقه دشتیاری در خیلی جا محاصره سیل هست و نیاز هست که به هر حال هم کمک‌های مردمی به این سرازیر بشه و هم سازمان‌های دولتی وظیفه خودشون را ادا بکنند در رابطه با آنچه که اونجا نیازه و اون چیزی که تا حالا اینجا نوشتن دوستان دادن. ما گفتیم که وسایل مورد نیاز لودر نوشته شده، بردیزل، میل میکانیکی، بسیار شرکتان که آنجا وسایل و امکانات دارند و این وسایل و امکانات خیلی اونجا نیازه، لودر نیازه، بردیزل نیازه، میل میکانیکی نیازه و این وسایل سنگین نیاز دارند و زیرانداز نیازه، موکت و پتو نیازه و مواد غذایی نیازه. بسیار اینجا اعلی مردم برای غذا نیاز دارند و به هر حال امیدواریم که هم دعای خیر کنند که الله تعالی جلوی ضرر را بگیره، چون اینها فصل بهترین فصل کشاورزی اونجا همین فصله، هندوانه میکارن، موز دارن و یکی از بهترین محصولات انجا موز اونجایی که در سطح کشور میره و لحاظا این اکثر این کشاورزی را از بین برده این سیل، ولی بالاخره به داخل روستاها رفته، داخل خانه ها هم رفته، تا تلفات جانی گزارش نیست الحمدلله، ولی به هر حال نیاز به دعا هست که دعا کنید شما در حق این مردم عزیز مسلمانان و همه انسان ها. این مسائلی هست که مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی کنه، خویشاوند و غیر خویشاوندی فرق نمی کنه. وظیفه انسانی و اسلامی همه ما هست که به همه انسان رسیدگی بکنیم، حتی برای نجات حیوان ها، نجات کشاورزی
کسانی که امکانات و وسایل دارند تلاش کنند و حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی فرمودند که هر کسی که مریضی را خدمت بکند الله تعالی او را مریض نمی کنه. هر کسی که یک مصیبت زده را همکاری بکنه، کسی که در آفت گرفتار شده، در بلا گرفتار شده همدردی بکنه، امید قوی است که او را خدا به بلا و آفت گرفتار نمی کند. و این خیلی مهمه. هم خدا پسندانه این کار، انسان دوستانه دین خیلی به این تشویق کرده و همه فرهنگ های دنیا به این مسئله ترغیب میدن، تشویق میکنن و همه جا این مسائل است. الله تعالی توفیق بده که به این مردم عزیز انشاءالله همه رسیدگی کنم. مؤسسه هم محسنین رفتن که اونجا مستقر بشن در نوبندیان. این از همین مؤسسات مردمی هم و به هر حال و مدرسه این نوبندیان الان در خدمت همینه است که برای کمک رسانی میره اونجا و انشاءالله محل جناب مفتی حفظه الله هست و بعضی اساتید بزرگ اونجا هستن و انشاءالله کمک هایی که شما اینجا به مؤسسه برسانید و از همه چیز نقد بهتره و انشاءالله اونجا میرسه و به اونها توضیح میشه. و الله تعالی من یک مسئله اینجا عرض میکنم که این چندین باره که دشتیاری و اون منطقه و زراباد، این بر زراباد سیل بردگی نداشته، بعضی جا همیشه در معرض سیل و یک چیزی که کوتاهی شده واقعا اینه که بالاخره این سیل همیشه باید الان چندین سال قحط بوده، این مردم منتظر باران بودن، دعا برای باران بوده و وقتی که بعد از چند سال قحط باران بیاید و بالاخره اینطور ویران بکنه زندگی اونها را و لحاظا این چرا برنامه ریزی نتوانستم مسئولم بکنم و مدیریت کشور چرا نتوانسته اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیل ها پشت سر بالاخره اینها زیر ساخته را درست بکنه و با کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیل ها را انحراف بدن از محل و راه درست بکنن. هر چند ساله بالاخره سیل جریان پیدا بکنه و تمام داشت مردم و دارایی مردم را از بین ببره. این واقعا مسئولیت سنگینه. صدهایی که اینجا بسته شده، این صدها هم صحیح کارشناسی نشده و لحاظا یک صدها هست که بالاخره طغیان میکنه رودخانه و بالاخره به آبادی و روستاها میریزه. صدها هم کارشناسی در سطح ایران حالا کمتر صدهایی باشه که اصول رعایت شده، قانون صد زدن رعایت شده باشه، صد بستن و هیچ برنامه ریزی زیر صد ندار. این صده یا منطقه را خشک کرده، آب نگه داشته و آب تبخیر شده و یا این که همین صد آب داره، اینها صده را خالی نمی کنم، پیشبینی درست نیست. آب موجود، مردم تشنه آب ندادن، دیگه آبی آمده بالا سر قرار گرفته و بالاخره خراب تخریب کرده. معتقدم که اینها حقشونه و بر مسئولان و مدیران کشور، مسئولان نظام لازم بود که اول برنامه ریزی برای اینها بکنن، هزینه برای اینها بکنن تا اینکه طرح سوائل ماکران که یک طرح خیلی پروژه بسیار بزرگ و بلند پروازیه که ما
مردم دیگر را بیاریم اینجا در سواحل اسکان بدیم و شما مردم دیگر را بگذارید، اول همینه را نگذارید که توی آب غرق بشن و زندگیشون تباه بشه. این هزینه هایی که شما میخواهید در سواحل مکران انجام بدید که دیگر مردم بیارید اینجا اسکان بدید، همین مردم را رسیدگی بکنید، زیر سخته همینه را درست بکنید. همینه ایرانی هستن، همینه ملت ایرانن و چرا برای اینها کار نشه و دیگران هم میارید اینها در هر چند سال بالاخره در معرض طوفان و سیلن. این آبی که الان به دریا میره، این آبی که از ایران خارج میشه آب بسیار بزرگی است، دریایی از آبه. همین آب نگهداری کنید به جای اینکه دریا را شیرین بکنید که خب فروزه خوبی هست، خوبی دریا شیرین بکنید، ولی آب باران که بهترین و برکتترین و کم هزینه همین نگهداری کنید، برای این برنامه ریزی بکنید و اینا مسائلی که باید به این توجه بشه، به اینها فکر بشه. متاسفانه گاهی توی کشور ما بر پروژه های عظیم داره سرمایه گذاری میشه و در حالی که بعضی پروژه که بلند پروازانه هستند توی کشور ما و ما نمیدانیم که چه کسانی کارشناسان و اگر به جای این پروژه های عظیم و بزرگ به ملت رسیدگی کنید که مردم نان ندارن برای خوردن، مردم ایران دارن تلف میشن از گرسنگی، از تنگدستی و از فقر. و اگر کشور سرمایه داره، کشور ثروت داره، بهترین مصرفش خود ملت ایران است که ملت نگهداری بشه. این مهمترین پروژه و مهمترین برنامه از هر برنامه و پروژه دیگر نگهداری ملت هست که ملت بالاخره بتونه زندگی بکنه و گرفتار فقر رو نشن. فقر که میاد فساد میآید، فقر که میآید بدبختی میآید و وقتی که فقر و گرسنگی بیاید همه فساد امکان پذیر میشه. و الله تعالی توفیق بده که در مسائل اصلی کشور، مهم کشور مورد برنامه ریزی قرار بدن و بالاخره همون مسئله معروف نشه که میگن کسی درویش جای آمد و گفت که مرده ها را زنده میکنه و کسی گفت که تو مرده ها را زنده نکن، میدونست که مرده ها را نمیتونه زنده کنه، ولی همین که دارن میمیرن همین را نگذار که بمیرن. و مهم اینه که ما بالاخره ملت ها نگذاریم که جلوی ملت های دیگر، مردم دیگر شرمندگی بکشه، نتونه بدیهی های خود را به دیگران ادا بکنه با توجه به این که پول کشور ما که اعتبار کشور هست، اعتبار ملت ما هست و او از ارزش افتاده و سقوط کرده در میان همه کشورهای همسایه و دور. اینها را نگهداری کردن حیاتی و مهمه و تأثیر گذاره و الله تعالی توفیق عمل عنایت کند. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.